وای چطوری دوستان اومدم با پارت یک تراریا آموزشی اومدم کل تراریا رو بهتون آموزش بدم. حالا از پارت اولش میگم از قسمت اول تراریا، هارد مود، نمیدونم قبل هارد مود، بیس و باس و اینا همه رو بهتون آموزش بدم. یه ذره کوالیتی ویدیو پایینه، من معذرت میخوام چون واقعا سیستم نمیگه. حالا یه ذره سعی میکنم کوالیتیشو ببرم بالاتر. بعد بچه نها کن اینجا دو تا بایوم دارید. خب یعنی دو تا حالت دارید اینجا. کلین زون کراپشن. اگه کراپشن انتخاب کنید که باس یه دونه باستون عوض میشه، بعد اوری هم که از دو تا باس میگیرید عوض میشه. کلین زون کراپشن انتخاب کنید. من که حالا کراپشن انتخاب کردم، سیدش هم که بهتون نشون دادم. اینم سیدشه. اسمشم حالا میذاریم 4-1 مثلا. اسمی واقعا به ذهنم نرسید چون مود آموزشی هم هست کلاسیک. من گذاشتم اینجا یه ویدیو رو خاطر کردم که تایم شما گرفته نشه. مپ داشت ساخته میشد، بود داشت ساخته میشد. بچه موقعی که وارد ورلدتون میشید همیشه اولین کاری که کنید چیه؟ 200 چوب حداقل یه ذره لگ شد، حداقل 200 چوب بزنید. حالا من ویدیو رو بازم کات کردم، نزدیک 300 تومن چوب زدم چون چوب خیلی نیازتون میشه دیگه. واسه ساخت همه چی تقریبا نیازتون میشه. آره خلاص. لا اینجا بعدش که چوب ساختید یه دونه از این اسلایما، خرگوش اسلایم بچی که هست اسمش، بزنید. یه سری چیزا بهتون میدم. با یه دونه از اونا میتونید تورچ بسازید. بعد که تورچ رو ساختید برید اولین کاری که میکنید بعد از اینکه تورچ رو ساختید نظر من برید داخل قارا و همین یه ذرم باشه کافیه. میگیرید دستتون نور میده دیگه، برید داخل قارا. چون وقتی که این کار رو کنید شب اول ما میخوایم بریم بیرون. شب اول که عملا نمیخوایم تو خونه باشیم. این نظر من نباید تو خونه باشیم. جلوتر بهش میرسیم، دلیلش هم بهتون میگم. بعد یه سری لوت هم اینجا به دست میارید که خودش خیلی کمک میکنه دیگه. حالا چیز زیاد خفنی نیستش اما خب اون چتره خودش از ارتفاع میپریم کلی کمک میکنه. اما دو تا چیزی اکسسوری داخلش بود نه، اما خودش کمک میکنه دیگه. پس شب اولو برید داخل، میگیم شب اول، روز اول برید داخل قارا. بعد آره دیگه خلاصه حالا من اینجا برید پایین تر. بعد استون هم که دیدید، سنگ هم که دیدید، 20 تاشو بکنید. حالا من جلوتر میکنم. استون که دیدید 20 تاشو بکنید، حتما بکنید چون نیازتون میشه. بعدش حالا من اینجا رو کندم میتونستم از این برم برم، حالا نکردم دیگه این کار. از این ور رفتم. بچه سیدم اگه خواستید بردارید بذارید، حالا اگه خواستید البته بردارید بذارید. اینجا افتادیم تو، مجبور شدیم یه ریکال پوشن بکنیم برگردیم. بعد بچه اگه نمیدونید ریکال پوشن چیه، همین آبیات یه دونش رو استفاده کنید سریع برمیگردونتتون به جایی که بودید. حالا من اینجا رو صاف میکنیم که یه بیس همیشه جایی که میخواید روش بیستون رو بسازید صاف کنید، چون اگه کج باشه خب سخت‌تره دیگه. بعد این NPC هم که باهاتون اسپام میشه کارش اینه که ازش دستور ساخت وسیله ها رو بپرسید. بعد بچه من این بیس اصلیمون نیستش. خب این بیس اصلیم نیستش، این فقط برای اینه که شب اول بگذرونیم یه جوری. یعنی من که میخوام برم بیرون این NPC بگذرونه، چون حالا اگه نباشه برای احضار اسمان باسا و اینا واقعا یه دونه باسا بهش نیاز داریم. بخاطر این زیرش هم من چوب چیندم یه ذره خوشگل‌تر بشه. تا جایی که دستتون نرسید شما چوب بذارید تو ارض دیگه، تو ارتفاع. بعدش اینجا میذارید دوتا میاد پایین که دوتا که بتونید در بذارید. بعد دو طرف خونه هم میخواین در بذاریم. یه دونه از اینا میسازید، حکم همون کرافتینگ تیبل ماینکرافت داره. بغلش میتونید وسیله بسازید. بعدش آره دیگه بغلش وقتی که میتونید وسیله بسازید دوتا در میسازید. اینجا رو اندازه میکنید
ماشاءالله این باز این موام انقدر زیاد بودن که نمیدونم ما کاش کار کنیم. بعد بچه ها یه چیزم بهتون بگم، حتما بگید چه کلاسی بشم، میلی، رنج. یه ویدیو الان درست میکنم بعدا بهتون میگم کلا این کلاس ها چی هستن و به چه کاری میان. بعد حالا خلاصه همه چی بهتون یاد میدم دیگه. همیشه اول بازی که حالا من چیزی زیاد خفنی پیدا نکردم، یه 3 تا آرمور چوبی میسازم، یه شمشیرش هم میسازم، حالا از شمشیر معمولی که بهتره دیگه. بریم ببینیم چی میشه. بعد اینجا که من بعد همیشه صندلی بسازید بذارید بغل این میزه که این NPC بیاد بشینه، جا داشته باشه، خونش حساب بشه، بیاد بشین. حالا بذارید جلوتر ببینیم چی میشه. اینجا رو که ساختید از این بک‌گراند ها میسازید، کنترل یه دونه میزنید، بعد خودش دیگه دستتون رو کلیک چپ نگه دارید خودش میذاره دیگه نیاز نیست شما خودتون دونه دونه بزنید. باید بذارید قبلش باید کنترل بدید. میدونم خیلی پرحرفی میکنم، ما خب دیگه حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. میگم بریم جلوتر ببینیم چی میشه. چی مثلا میخواد بشه. من اینجا رو صاف کردم، این درخت رو کندم که یه حالت پله مانم بشه. ها من نمیدونم خب تو چی میخوای اینجا. بعد آره دیگه اینا رو ساختیم و اینا. بعد بچه حتما بهم بگید اگه خواستید آموزش چیزو میزنم، آموزش براتون میذارم چجوری تیماد لودر نصب کنید. تیماد لودر نصب کنید میشه مرجع همون دانلود مادای تراریا دیگه. مادای تراریا تو خود بازی میتونید دانلود کنید. اگه خواستید بگید تو کامنت براتون بذارم ویدیوشو. و مثلا یه دونه شیدر از حالا من ندادم چون همین سیستم لایک داره، برای رکوردم بخوام اون استفاده کنم خب دیگه خیلی لایک میشه دیگه. اینجا یه دونه‌ش موومنت اسپید میداد، من اونو انتخاب کردم فکر کنم، نمیدونم. حالا اگه خواستید بگید آموزششو بذارم. تیماد لودر چیز اوکیه، همون تراریا هیچ تفاوتی نداره، فقط میتونید شما ازش ماد نصب کنید. بعد بچه‌ها کالامیتی هم میریم. آره دیگه کالامیتی هم میریم، فقط این سری تموم شه، سری آموزشی بازی تموم شه، مونلورد رو بزنیم که باس آخره. بعدش میریم سراغ کالامیتی و بازی های دیگه. حالا میذاریم این بازی هایی که سیستم هم بکشه میذارم. بعد به تو گفتم یادت بهتون گفتم 20 استون بکنی، حالا من کردم ویدیو رو کات کردم. اینجاشم میخواستم ببینم ویدیو رکورد میشه یا نه. بعد با اون 20 سنگ و 3 تا تورچ، 20 سنگ و 3 تا تورچ و اینا بود دیگه. آره 20 سنگ، 3 تا وود، 4 تا تورچ فکر کنم، 3 تا تورچ بود نمیدونم. میتونید یه دونه فرنیس بسازید که این فرنیس هم دقیقا کار هم فرنیس اصلیه رو میکنه دیگه. باعث میشه به بغلش اوراتون رو بسازید. چستایی هم که کندی و من گذاشتم اینجا، وسیله‌مو نمیشه روی میزه بود. وسیله‌مو گذاشتم داخل، شیفت رو نگه دارید دونه دونه بزنید رو وسیله‌تون میره داخل چست، شیفت رو نگه دارید بزنید رو وسیله‌تون، اینجوری وسیله‌تون میره داخل. من 3 تا از این کتاب پیدا کردم. واقعا حالا بازیمون لجه یا لج نیست تو نمیدونم. بعد بچه تایم ویدیو هم یه ذره زیاده، سعی میکنم ویدیو بعدی اگه خواستید تایمشو کم کنم. بعد اگه چیزی از یادم رفته حالا یا نگفتم تو ویدیو، شما حتما تو کامنت بگید که تو ویدیو بعدی کامنتاتون رو بخونم. اینجا یه اکسسوری دیگه هم پیدا کردم برای اول بازی، چیزا اوکیه. بریم پایینتر ببینیم چی پیدا میشه. اینجا من یه دونه دوباره 4 تا اور دیگه پیدا کردم. چستا هم که من نمیکنم چون فعلا وسیله زیادی ندارم که بخوام بزنم داخل چستا، اما شما حتما بکن.
بالا فکر کنم هیچی نیستش. نه هیچی نیستش بالا. نه تو این زون بریم پایین تر. اینجا هم هیچی نبود، عملا آب بود فقط. یه ریکال پوشن خوردم برگشتم خونه. گفتم بریم ولی شب اول حالا جلوتر بهتون میگم. شما برای زدن اولین باس بازی که همون باس چشمه، حالا اسم کاملش هم میدونم اما نمیگم، اون باس چشم بهتر. شما برای زدن اون باید چیز داشته باشید، یه سلاح داشته باشید که از مانا استفاده. حالا با چیز دیگه هم میتونید بزنیدش، اما خب اون بهترینشه دیگه. تو مود کلاسیک راحت ترید به اون بخواید بزنید. اونو حالا جلوتر ببینم اگه تونستم پیداش میکنم. بعد سینا همونه دیگه، شما اگه من پیدا کنم شما باید میتونید پیدا کنید. بعد اون امانا استفاده میکنه. شب اول شما باید برید بیرون، یه سری ستاره از آسمون میفتن. با 5 تا از اون ستاره ها یه دونه از این آبیا که اون گوشه صفحه هستش مانا، 20 تا از اونا بهتون میده با یه دونش. که سریع شما فکر کنم 200 تا مانا دارید که حالا جلوتر بهش میرسیم. 200 رو کامل کنید خب بیشتر میشه تیرایی که میتونید بزنید راحت تره. نه اینجا من فکر کنم پیداش کردم. آره همون چیز هست دیگه، همینیه که الان موسم داره روش کلیک میکنه. اینه، با این میخوایم بزنیمش. فقط برای زدن باس اول بازی به کار میاد دیگه. برای بقیه بازی فکر نکنم زیاد به کار بیاد. بریم جلوتر، کارش هم بهتون نشون دادم دیگه. میزنی یه گلوله‌ای پرت میکنه آتیشی که دیگه حالا بعد از اینکه حالا جدا دمیج میده، باس یا حالا مابی هم که بهش حمله کردید اونم آتیش میگیره، یه ذره دمیج جدا میخوره بعد از حمله شما. که حالا باز اینم گفتم بهتون بگم درست میتونید ازش استفاده کنید. آره دیگه بریم جلوتر ببینیم چی میشه. لیه، خیلی لیه بازی، اصلا نمیتونستم بازی کنم اینجا. یه لحظه ویدیو رو حساب کردم حتی لگ رو کم کنم، فایده نداشت اصلا انگاری. اینجا هم که افتادیم تو آب و ببینیم حالا چی میشه. اینجا بچه ها همیشه اینم بهتون بگم، بیس اصلیتون رو اول بازی نسازید، چون واقعا جلوتر باید ارتقاش بدید تو اینا. بیس اصلیتون رو اول بازی نسازید چون واقعا فایده نداره. حالا یه ذره بریم جلوتر. موقعی که باسی که توی جهنمه رو زدید اون موقع بسازید. اون موقع اگه بسازید خب بهتره دیگه، چون بعد هارد موده NPC ها بیشتری براتون باز میشن و میتونید بیاریدشون، اون موقع بیشتر به کارتون میاد. بعد بچه اون ستاره هایی هم که گفتم فقط تو شبا میان. حالا الان جلوتر بهشون میرسیم. کلی کار داریم ما، مثل اینکه حالا اینجا یه نشون رو پیدا کردم، اگه دقت کنید از همین زردا بود. اگه دقت کنید یه نشون رو پیدا کردم اینجا، این داشت به ما دمیج میداد. حالا چیه تو ویدیو معلوم نمیشه اما خب چاره نداشتم. حالا بریم جلوتر. آها ناکن یکی دیگهش هم پیدا شد. یکی دیگهش یه دیگهش اومد بغلمون افتاد زمین. اینجوریه دیگه. حالا چون ویدیو یه ذره تاریک شده بود، چون من ترش یادم نبود دستم بگم نمیدونستم انقدر تاریک میشه، اون قسمت رو براتون پاد کردم. بچه شما میرید کاکتوس جمع میکنید. کاکتوس هایی هم که جمع میکنید رو از تن نزنید. دارم بهتون میگم کاکتوس هایی که جمع میکنید رو هیچ از تن نزنید. یه دونه مونده با آخر بزنید، با تبرم میتونید بزنید. بعد برای اینکه دور آیتماتون اینجوری بشه آلتو نگه دارید، بعد با موستون حالا یا هر چی رو آیتماتون کلیک کنید. همین دیگه. بعدش با یه چند تا کاکتوسی که جمع کنید میتونید حالا شمشیر و زره و
هلمت و اینا بسازید که جلوتر بهش میپردازیم. حالا بذاریم جلوتر. بعد آره دیگه هم من یه دونه چیزشو ساختم، آیتمامو مرتب کردم. یه دونه از زرهاشو ساختم، زره کاکتوسی ها، کاکتوس که آوردم. یه دونه چیزش هم ساختم، شمشیرش هم ساختم. بعد این ستاره که بسازید یه چیز خیلی خفن داره، ولی جلوتر بهتون میگم. اینجا میخواستم این دوتا رو بزنم، لک شدم. بعد این لباسی هم که میبینید تنمه، اینو از یه دونه باس گرفتم. اینو باس زدم، میگم باس، این دونه مابو زدم همینا. ببینید کیسه که باز کردم این لباسه رو داد. حالا بعد اینجا ویدیو رو هم کات زدم، چون مثل همون موقع شده بود دیگه، تاریک شده بود، منم ترش نگرفته بودم دستم. اینا کاکتوس اینا رو میگم و اینا رو میکنید، فقط از تن نکنید. بعدش هم دیگه حالا من به تعداد 60 کندم. بعد از اینکه شما یه 100 تایی فکر کنم نیازتون باشه، حالا هر چقدر بیشتر بهتر. از اون ور نمیخواید کار کنید، برای پوشن سازی هم میاد. من اینجا ست کاملش رو ساختم دیگه، واقعا لگ داشتم اگه دقت کنید. ویدیو رو تموم کردم دیگه. میدونم چیزش رو ساختم، کلنگش رو ساختم. حالا نمیدونم این بهتره یا من از همون استفاده میکنم. آره دیگه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حتما سری رو دنبال کنید، چون کلش رو بهتون آموزش میدم تا یه ویدیو دیگه. بدرود.